سعیدزاده، ایشانزاده، اینها به اصطلاح کسانی هستند که از اولاد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی سلسله نسب اینها به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. اما سعیدزاده و ایشانهایی که در تاجیکستان هستند من به اونها کار ندارم. اونها مثلا سلسله سند چون به پیامبر میرسه یا نمیرسه ایش من خبر ندارم. ولی ما باید همیشه باید بدونیم که اگرچه فرزندی پیامبر هم که باشه ولی به قرآن و سنت عمل نکنه یگان جایگاه در پیش ما نداره. الله رب العالمین در قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست. هر کسی که پرهیزگاری زیاد میکنه خداوند خودش او را یک عزت میده که مردم را احترامش میکنن. و الا بسیاری همین برادرها شکایت میکنن از بعضی ایشانها و سعیدزاده هایی که خصوصا همون سعیدزاده هایی که در روسیه هستن مرید گفته همون مریدای خودشون دولیا میبندن. پناه از این خیل سعیدزاده و ایشانزاده که رنگ یک رکتوره دولیا میبندن مرید گفته. سبحان الله خیلیش هم دیدیم شکایت میکنن برادرها که در روسیه زندگی میکنن اونها هم خیلی شکایت میکنن. پس اگر ایشانی که از جمله همین خیل رکت ها باشه اگر یگان جایگاه و مقامی نداره بلکه این ظالم هسته، ظالم شمرده می شود. ببینه فرزند نوح علیه السلام که فرزند یک پیامبری اولوالعزم بود ولی باز هم بگیم با پدرش که پیامبر بود ایمان نه آورد، مثلا از جمله کافرو گشت. و فرزند پیامبر هم که باشی وقتی که به قرآن و سنت عمل نکنی هیچ فایده نداره. خب نه ایشانیت فایدت میکنه و نه همون سعیدزاده بدنت، بلکه اساس در همه امور تقوا هسته. چطوری که آیت ما گفتیم خداوند میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست. اگر یک انسانی که فرزند پیامبر باشه واقعا سلسله نسبش با پیامبر برسه و همین خیلی با تقوا و با ایمان باشه البته که قابل احترام هسته. البته خداوند او را همین خیلی به سبب تقوا و پرهیزگاریش خداوند عزت و سربلندیش میتیه. و البته که یک انسانی که با تقوا و با ایمان هسته ما او را همچون یک بنده خدا دوست میداریم و احترامش میکنیم. ولی اگر فرزند پیامبر هم که باشه مخالف قرآن و سنت عمل بکنه ما از او بیزار هستیم.